هی به قسمت جدید کیتاک خوش اومدید. من هما نیکخوا همراه با خانم گلستانی جان یاور بچه ها و مهمون خاصمون برنامه امروز رو شروع میکنیم. خودتو معرفی میکنی؟ سلام، من کوروش هستم. 9 سالمه ولی خودم فکر میکنم حداقل 13 یا 14 سالمه، چون همیشه بزرگتر از سنم حرف میزنن. استاد شیرینی خوردنم. پس با این تفاصیل متخصص تموم کردن شکلاتای خونه توی کوروش. اینجور میگن. خب بریم برای شروع برنامه. آماده ای؟ من همیشه آماده‌ام. کوروشان، اگه قرار بود که یه غذایی رو تا آخر عمرت بخوری، اون چیه؟ توجه کن که هیچ غذای دیگه‌ای رو نمیتونی انتخاب کنی، فقط یه غذا. من خیلی غذا رو دوست دارم ولی هیچ غذایی رو پیتزا دوست ندارم. پیتزا؟ یعنی عاشق پیتزایی؟ آره. خب یعنی صبحانه پیتزا میخوری یا تخم مرغ؟ تخم مرغ برای صبحانه؟ من میگم نه، پیتزایی که روش با لایه تخم مرغ باشه. آفرین کوروش، خلاقیت تو خیلی دوست داشتم. خب کوروش، بریم سراغ یه سوال عجیب و مهم. آماده ای؟ آره، ولی ترسناکه؟ نه ترسناک نیست، ولی یکم بو داره. من اهل اون کارایی نیستم که بو بده ها. نگران نباش کوروش، تو از پسش بر بی، من مطمئنم. سوالم اینه، میدونی عنبر نهنگ چیه؟ عنبر نهنگ دیگه چیه؟ بذار یه سرنخ بهت بدم. هم گرونه، هم با ارزشه، هم یکم بوی بد میده. کوروش بگو عنبر نهنگ همون استفراغ نهنگه. یعنی یه چیز اینقدر بدبو گرون؟ بله، چون برای صنعت عطرسازی استفاده میشه و برای موندگاری عطرها از عنبر نهنگ استفاده میکنن. وای، یعنی تو عطر مامانم هم شاید. حالا هر وقت عطر هدیه میدی یادت میفته که توی ساختش نهنگ چجوری کمک کرده؟ خب حالا دلت میخواد که عطر هدیه بدی؟ آره، ولی حتما ماکس میزنم. چی میزنی؟ ماکس؟ ماکس یا ماسک؟ ماسک. خب کوروش، میخوام یه سوال سخت و یکم جذاب ازت بپرسم. میدونی عشق چیه؟ عشق اینه شکلاته. شکلات؟ حالا اگه عشق شکلاته، آدما چطوری میفهمن که عاشق شدن؟ شکلات نخورن و خوشحال باشن یعنی عاشق شدن. وای، این حرفو باید با طلا نوشت. خب کوروش، یه سوال مهم. به نظرت خوشبختی کجاست؟ خوشبختی تو جیب آدم هست، ولی بعضیا یادشون میره دستشون رو تو جیبشون کنن. واو، چه فلسفی. یعنی ما خودمون خوشبختی داریم؟ آره، ولی بعضیا انقدر جیبشون رو با این چیزای مزخرف و بیفایده پر میکنن که دیگه اصلا جا برای خوشبختی نمیمونه. کوروش، تو واقعا یه فیلسوف بزرگی ها. خب برای آینده چه برنامه‌ای داری؟ میخوای چه کاره بشی؟ شغلت چی باشه؟ من میخوام فوتبالیست شم. عاشق فوتبالم. میخوام یه فوتبالیست حرفه‌ای بشم. میدونی که فوتبالیست شدن آسون نیست. دویدن داره، سختی داره، باید تلاش کنی. دیگه سخت‌تر از کار بابام که نداریم. بابات حالا کارش چی هست؟ بابام لوازم تحریر داره. اونم این داورا همش کارت زرد و قرمز میده. چی؟ کارت زرد و قرمز به مشتریاش کارت میده؟ نه. پس چی؟ مامانم وقتی اضافی خرج میکنه خب به من کارت زرد، به مامانم کارت قرمز میده. کلن خطری شد. من که تو تیم مامانا. خب کوروش جان، میخوام یه چند تا نصیحت به بزرگترا بکنی که توی موقعیت‌های مختلف مثلا چه کاری انجام بدن. کوروش جان، خوب دقت کن، جوابت خیلی مهمه ها. خب بگو وقتی آدم بزرگا عصبانی میشن چی کار کنن؟ اول یه نفس عمیق بکشن. خب بعدش یه فیلم خنده‌دار ببینن. اون خنده باعث میشه درد و عصبانیتشون رو فراموش کنن. چه خوب. حالا وقتی که خیلی خستن چی کار کنن؟
یه شکلات بردارن برن به تخت راحت دراز بکشن. اون شکلاته بهشون کمک میکنه انرژی از دست رفتنشون رو بهشون برگردونه. بستنی هم جوابه ها. حالا وقتی بزرگترها احساس میکنن که تنهان و حالشون خوب نیست از تنهایی، اون موقع باید چیکار کنن؟ پاشم برم پارک. اونجا محل بازی بچه ها رو ببینن، نگاه کنن که بچه ها بدون نیاز به کسی تنها دارن با هم بازی میکنن و خوشحالن. اون موقع اونا هم حالشون خوب میشه. من میگم این جمله باید به تمام آدمای تنها پیامک بشه تا انرژی بگیرن. یه وقتا بزرگترها احساس میکنن که هیچ کارشون درست پیش نمیره، احساس یأس میکنن، ناامیدی میکنن، اون موقع باید چیکار کنن؟ اون موقع یه چای و شیرینی بخورن، بعد با خودشون بگن درست میشه، فقط باید صبر کرد. آفرین کوروش، آفرین، تو واقعا یه تراپیست فوق‌العاده‌ای. تراپیست خیلی شیکه. فکر کن که یه مدت ایران نباشی و خیلی دلت برای ایران تنگ شده. اون وقت چی یادت میاد از ایران؟ وای، نونه سنگک صبح بابام که میرفت از اون سنگکی میگرفت، بعد آبگوشت های مامان بزرگم ظهرای جمعه. وای دلم خواست. حالا اگه ایران یه آهنگ بود فکر میکنی صدای چه سازی رو داشت؟ سازه بود، خیلی صداش آروم بود، خیلی احساس راحتی میکردم. حالا اسمش یادم نمیاد. من اسمشو بهت میگم، اسمش تاره. آها اسمش تاره. حالا اگه ایران یه رنگ بود فکر میکنی چه رنگی بود؟ اگر تیمای پرسپولیسی و استقلالی و اینا برام فرقی نداشت میگفتم سبز، ولی الان که چون پرسپولیسی هم میگم قرمز. تو یه پرسپولیسی نابی. خب اگر که ایران شبیه یه آدم بود اون موقع چه شکلی بود؟ به نظر من ایران یه پدر بزرگی که تو دلش هزار قصه و راز داره. آفرین کوروش، خیلی زیبا بود. اگه میتونستی اسم یکی از خیابونای شهرمون رو عوض کنی چی میذاشتی؟ خیابون بی ترافیک. خیابون بی ماشین هم خوب بودا. ولی خیابون بی ماشین که اصلا یه خیابونی هست داری. خب حالا بریم سراغ یه چالش. لطفاً سخت نباشه. قول میدم سخت نباشه ولی شاید یکم خنده دار باشه. میخوام یه شعر برامون بخونی. آماده ای؟ آره. سبک رپ بخون برامون. من رپ بلد نیستم. کوروش جان، همه چی رو که نباید بلد باشی، مهم شروع کردن توه. شروع کن. چشم. هوا آلوده شده، بگو چی کار کنیم؟ کثیف شده زمین، آسمون دیگه صاف نیست، باید دست به کار بشیم که این هوا رو درست کنیم. کمک کنیم به طبیعت، بشیم یه تیم درخت بکاریم زیاد. آلودگی رو رد کنیم، دنیا رو بهتر کنیم. آلودگی رو رد کنیم، دنیا رو بهتر بکنیم. دیدی از پسش برآمدی کوروش؟ خب کوروش یه قسمت داریم که میخوایم با هم دیگه بازی کنیم. چه بازی؟ گل یا پوچ بلدی؟ آره، من سلطان گل یا پوچم. سلطانشی یا خدا، پس من از الان باختم. این گلمونه. خب برای اینکه اون کسی که میخواد شروع کنه قبلش باید سنگ کاغذ قیچی کنی. بلدی؟ آره. یه سنگ کاغذ قیچی میکنی، هر کس اون یکی رو برد گل دست اونه. بریم. تو میگی؟ 3 باره یا یه باره؟ یه بار. بلد تو میگی؟ سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. تا برنه بردی. بیا این گلمون. خب گل نارنجی به شکلی زیبا، خیلی زیبا. خب دیگه خیلی هم پایین نگیر دیگه.
دی 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 دین. این گله مطمئنین؟ حدس میزنم. نمیخوام بده دیگه. آفرین کوروش، آفرین. 0. میخوام با یک تکنیک برم. چه تکنیکی؟ همین. تکنیکت جوابه. خب 3 تایی یا 5 تایی بری؟ 5 تایی. 5 تایی بری. این گله آفرین کوروش، آفرین. خدا باید بیشتر دقت کنم. کوروش از کیت گرفته تو گل یا پوچو؟ این گله. نه گفتم دیگه تو برنده ای دیگه. 3 تاشو تو بردی دیگه. نه اگه شما الان بگیریم 4 تا بشه نه دیگه باز تو برنده ای. دشواری میشه. اینه دیگه. خب دیگه بازی نکن دیگه، بسته دیگه. آخرش هم بگم. آخرش هم بگم. نباید به اینجا میرسید. ببین توپه میخواد که من بگم کدومه. آره دوست داره که من برنده بشم. اصلا نمیتونم حدس بزنم کوروش. باور کن تو خیلی خوب بازی میکنی. اینه نمیدونم دیگه نگو باختم. این برنامه ما بردیم موین صدایی تو دماغی با باخت بعد خانم نیکا بعد باختم. خب کوروش تا اینجا بهت خوش گذشت؟ آره. خب یه کاری کن که به ما هم بیشتر خوش بگذره. مثلا چیکار کنم؟ شما چی دوست دارید؟ من بگم کوروش، از این کارهایی که سر کلاس میکنی از اون کارو بکن. سر کلاس؟ این چالش‌های مختلفی که سر کلاس میکنی از اونا. آها. خب قرار شد چیکار کنی؟ به منم بگو. چالشایی که سر کلاس میخوام گلستان. چیه چالشت؟ تغییر قیافه میدیم. بده ببینی. مثلا بخندم ناراحت نمیشی؟ نه. باش. مثلا میخوام تغییر قیافه بدم که مثلا یک چکی زده. خب مثلا چی شده؟ کج گله شدی؟ آره. خب ببین من باید بزنم؟ نه من خودم. خب برو. من خودم میدم. یواش بزن. حالا کوروش یه کاری میکردی با لبات را میرفتی اونو انجام بده. خب بعدی چیه؟ بعدی بعد با لبام راه برم. با لبات راه بری؟ آره. چطوری راه بری با لبات؟ برو ببینم. فقط ندوی یا راه برو، آروم راه برو. وای کوروش خیلی داره بهم خوش میگذره. ادامه بده. کوروش تقلید صدا هم بلد بودی یا؟ تقلید صدا میخوای بکنی؟ آره. کیو؟ تقلید صدا مثلا مثلا میتونم تو دماغی حرف بزنم. شما یه جمله بگیم من اونو بگم. تو دماغی بگم؟ من نمیتونم بگم. خب من بگو که برنامه امروز رو خیلی دوست داشتم. حالا نفس بکش یه ذره خفه نشی. نه. وای کوروش میخوای با همین صدایی تو دماغت خداحافظی کنی؟ چیکار میکنی؟ میخوام با همین صدای تو دماغ خداحافظی کنیم ولی بعد شما هم تو دماغ من نمیتونم. چرا من میتونم. باش قبوله. من قبوله. خانم گلستان میگه بله ولی شما. خب من که نمیتونم. شما بله. آبرو میره نمیتونم. نه. بلد نیستم. نه. کوروش کوتاه نیا، همچنان بگو. نمیتونم. بزدم. نه میخندی آخه بهم. فکر کن نه نمیخند. فکر کن مثلا دماغتون داریم با دماغتون حرف میزنیم.
آها با دماغم نه دماغم بگیرم؟ نه حرف بزن. خب با دماغم؟ نه این دوری دماغ روی نفسشو بگیریم. آره. خب بریم. خیلی خوب کوروش آماده ای؟ آره پس شروع میکنیم. تیم